سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم که این ساعت، این لحظه از بین همه شبکه‌های تلویزیونی انتخاب شما یاد خداست. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره، برنامه‌مون به دلتون بنشینه، به چشماتون بیاد. خیلی امید دارم این اتفاق بیفته، چون این دومین شبی هستش که یاد خدا به دعای شما البته توفیق تشرف به مسجد مقدس جمکران رو پیدا کرده. شما از این قاب میتونید تشریف بیارید به مسجد مقدس جمکران، بهتر ارتباط برقرار بکنید، سیم دلتون وصل بشه به آستان مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و خدا رو 100,000 مرتبه شکر. این اتفاق مبارک انشاءالله به یاری خدا و نگاه پرمهر و مدد خود حضرت حجت صاحب این مکان شریف تا 9 ربیع، یعنی آغازین روز، سال روز آغازین روز امامت و ولایت حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد افتاد به دعای شما انشاءالله. خیلی ممنونم که دارین دل میدین به برنامه خودتون. مثل برنامه گذشته ما در محضر حجت الاسلام و المسلمین حائری پور عزیز هستیم که از متخصصین در حوزه مهدویت هستن. آقا سلام، خیر مقدم، عرض تبریک مجدد، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت عزیزان بیننده هم عرض سلام و ادب دارم. انشالله امیدوارم که تو این شب هم بتوانیم بحث مفیدی رو در خدمت سروران عزیز باشیم. الهی آمین. انشالله که اینطور باشه. جلسه قبل ما خیلی استفاده کردیم و حظ بردیم از فرمایشات شما. اگه خاطر شریفتون باشه جلسه قبل آقای حائری پور عزیز قدری درباره خود مسجد مقدس جمکران صحبت کردن، اعمالی که اینجا هست، نمازی که خونده میشه، یه راه توسل به امام زمان رو به هممون یاد دادن و بعدش هم درباره جامعه مهدوی که همون جامعه مورد نظر نبی خدا هست صحبت فرمودند و تشابهی که عصر پیامبر تا قبل ظهورشون و بعثتشون داره با عصر زمان قبل از ظهور حضرت خاتم الاوصیا. اون جهلی که مردم رو در بر گرفته بود تا قبل از بعثت حضرت خاتم الانبیا و جهلی که حالا تا قبل از ظهور حضرت خاتم الاوصیا به رغم همه پیشرفت‌هایی که بشر تو حوزه‌های مختلف انجام داده اما خیلی شبیه این جهل‌ها، این نادانی‌ها. و فرمودن آقای حائری پور عزیز که ما منتظریم که انشالله مردم از این جهل خارج بشن با ظهور از حجت. فکر میکنم باز در امتداد همین بحث و مصادیق دیگر این جهل رو بخوام بفهمن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. بله، همطور که فرمودید عرض می شود که وجود مقدس نبی مکرم آمدن تا مردم رو از جهل نجات بدن. وجود مقدس حضرت صاحب الامر هم ظهورشون برای همینه، یعنی یکی از اهداف مهم همین هست. لذا ما تو روایات هم داریم که وقتی امام علیه السلام مشرف میشوند و ظهور میکنن، یکی از تعابیری که خیلی جالبه و البته کمتر گفته شده و شنیده شده اینه که حضرت عالم رو پر از دانایی میکنن همچنان که پر از جهل شده است. یعنی حالا این تعبیر شبیه به این رو زیاد عزیزان شنیدن که حضرت میان یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. سخن از این است که حضرت میان دنیا را پر از عدالت میکنن همچنان که پر از ظلم و جور شده است. خب این یه تعبیر بسیار مشهور و معروفی است که در روایات فراوان از شیعه و اهل سنت آمده. اما من این تعبیر رو به خصوص دیدم که حضرت میان زمین را پر از دانایی و دانش میکنند بعد از آن که پر از جهل شده. این چون که 100 آمد 90 هم پیش ماسته به نظرم. چطور؟ چون اگر دانا بشن انسان ها به اون درجه بلوغ و فکر و دانایی برسن، خود به خود دنیا پر از عدل خواهد شد. به نظرم اون اوج قضیه در واقع زمینه
برقراری عدل این است که انسان‌ها برخوردار از دانش باشن و از جهل نجات پیدا بکنن. عرض می شود که یه نمونه رو من بخوام باز مقایسه بکنم بین عصر پیامبر اکرم و عصر ظهور حضرت ولیعصر، بحث اخلاقه. اخلاق از محوری ترین در واقع نیازهای ماست در زندگی. همینطور. هیچ کس نمیتونه بگه آقا مثلا حالا بحث اخلاق یه بحث فرعیه، یه بحث حاشیه‌ایه، شما یه بحث مهم کاربردی رو بیار مطرح کن. آقا اخلاق یعنی تعامل بنده با جناب عالی. تو بازار بهش احتیاج داریم، تو مدرسه دانشگاه بهش احتیاج داریم، تو خانه جزو ضروری ترین بحث های ما بحث اخلاقه و چگونگی ارتباط گرفتن ما. مسئول با مردم میخواد ارتباط بگیره، به اصطلاح پشت میز نشین با ارباب رجوع میخواد ارتباط. تو همه اینها بحث اخلاقه که حرف اولو میزنه. رسول خدا فرمودن من آمدم لأتمم مکارم الاخلاق. من آمدم اخلاق رو به نقطه تمام و نهایتش برسانم، اون اوج اخلاق رو نشون مردم بدم. چه با آیات شریفه قرآن که در واقع بر لسان رسول گرامی اسلام برای مردم تلاوت میشد. قرآن از محوری ترین بحثای اخلاقیه. بله. حالا یه نمونهشو من بخوام عرض بکنم، قرآن تو اون دوره جاهلیت که عرض می شود به زن یه نگاه بسیار پستی می شد و اون رو به عنوان یه موجود عرض می شود که حاشیه‌ای و فرعی و ابزاری برای این که عرض می شود که فقط از او استفاده بشود برای این که لذت‌ها و کامجویی‌ها اتفاق بیفته. ببینید قرآن کریم وقتی که میاد بحث زنان رو مطرح میکنه و بعد بحث خانواده رو مطرح میکنه با همین دوتا کلمه و عاشروهن بالمعروف. وقتی میخواهید با زنانتون معاشرت بکنید، معاشرتتون باید معروف باشد. معروف یعنی به شایستگی، یک کلمه جامعه، یعنی یه نقطه تیره نباید تو این معاشرت باشه، یه نقطه‌ای که درش تحقیر زنان و نگاه عرض می شود که از بالا به پایین بخواد اتفاق بیفته نباید باشه. و لذا و خود پیغمبر میفرمود بهترین شما آنها هستند که با زنانشان بهترین باشند. بعد خودشون میفرمودن و من بهترین شما با زنانم هستم. خب این یعنی این که پیغمبر اکرم آمده توی اون عصری که متاسفانه خشونت تو همه ابعاد، تو همه زوایای زندگی، به خصوص مردان نسبت به همسرانشون وجود داره، بلکه خشونت در حدی است که پدران تحمل این که همسرانشون دختری رو برای اونها به دنیا بیارن ندارن. قرآن کریم میفرماید وقتی که خبر میدادن دختری به دنیا آمده ول وجهه مسودا، صورتش سیاه میشد از شدت ناراحتی، در حالی که اگر بخوای انسانی به این قضیه نگاه بکنی واقعا هدیه‌ای بالاتر از این هست که خداوند متعال به یک انسانی یک فرزندی رو اهدا بکنه. چی بالاتر از این میشه تصور کرد؟ بعد آقای قوامی، من با کمال تأسف عرض میکنم، حالا عزیزان بیننده ممکنه بگن که آقا این شیخ داره مسائل بدیهی رو میگه، آقا یه چیزی بگو که بلد نباشیم مهم باشه. من عرض میکنم همین الان مگر غیر از اینه که متاسفانه تو جامعه ما هم از غرب این آمده که کسانی احساسشون این است که فرزند یه موجودی است که نه همچین جایگاهی هم تو زندگی نداره، اتفاقا دست و پاگیره، یه نونخور اضافیه. من میتونم جای خالی فرزند رو مثلا
عرض میشن نمیدونم تو این مسجد من میتونم بگم واقعا با یه الفاظی بگین که بیادبی نه. آره من متوجه شدم. بله. جای خالی فرزند که عطای بزرگ الهی است، من با یه چیز دیگری، با یه موجود دیگری اشرف مخلوقاته بیام مثلا با یه چیز دیگری با پستر از اون جبران بکنم. این جهلی که بشر ازش رنج میبره همینجاست. خدا خیرتون بده. یعنی دقیقاً شما ببینید تو روزگار پیش از بعثت پیغمبر آدم‌ها ارزش هدیه ارزشمند الهی رو که یک انسان است، یک موجودی است که در واقع او میتواند دستگیر تو باشد در دنیا و آخرت تو. آقای قوامی، ما بالاتر از فرزند سرمایه‌ای برای یک پدر مادر نمیتونیم تصور بکنیم. پول و نمیدونم امکانات و پست و مقام و اینا کجا؟ و داشتن یک فرزند صالح. اصلا میوه و ثمره ازدواج فرزنده، نه اینکه تو وضعت خوب شه خونه بخری، ماشین بخری یا یه چیزی هم بیاری. وقت اون زمان پیغمبر اکرم آمد بگه که عزیز من، این دختری که خدا بهت داده یک هدیه ارزشمند الهی است، قدرشو بدان. تو روایات چقدر ما روایت داریم که وقتی که طرف اومده بود پیش معصوم علیه السلام ناراحت بود، حضرت فرمودن چته؟ گفت خدا اولادی بهم داده. فرمودن چی؟ گفت دختر بهم داده. حضرت فرمودن سنگینیش رو زمین تحمل میکنه، روزیش هم با خداست. تو چته؟ چرا گرفته ای؟ چرا ناراحتی؟ اون جهلی که بشر اون روز گرفتارش بود، ما میبینیم امروز داره بشر تجربه میکنه و ماها باید مراقب باشیم. ماها که به اصطلاح خودمون زلفمون گره خورده به اهل بیت، ما که اهل جمع‌کرانیم، نکنه خدایی نکرده این فکرهای مسموم و 100% غلط بیاد تو زندگی های ما که حالا مثلا اولاد باشه یا نباشه چه فرقی داره، انگار اگه نباشه دردسرش هم کمتره. اینا فکرهای مسمومه. حالا باز اون خدا رو شکر اون وجوه دیگه ای که راجبه حالا بحث زن رو دارید میفرمایید که پیامبر رتبه دادن به زن و عزت بخشیدن واقعا به زن در اون عصر، اون وجوه دیگهش رو تو کشور ما الان نمیخوام بگم نیست، خیلی کمتره، ولی تو دنیای غرب داره بیداد میکنه. کدوم وجوه؟ همون خشونت نسبت به زن، همون وسیله کامجویی و لذت گیری از زن و همون زنده به گور کردن فرزند. الان داره به نوع دیگری آمار سخت جنین توی کشورهای دنیا داره بیداد میکنه. میدونین یعنی به شکل مدرنش اون اتفاقاتی که اون موقع میفته مثلا خوشاب و رنگش و امروزیش داره همون اتفاقات میفته واقعا در حوزه زن، فرزند، اینها. حالا باز میگم باز ما به برکت انقلاب اسلامی، به برکت تدین، دینداری مردم اینا کم رنگتره، ولی اون موردی که اشاره کردید متاسفانه الان کمتر سراغ فرزندآوری میرن. بله. اینو یه دردی است واقعا. چرا؟ به خاطر این که عرض کردم نگاه به فرزند به عنوان یه عضوی است که عرض می شود که مایه دردسره. آره. در حالی که دعای صحیفه سجادیه رو عزیزان برن همین امشب نگاه کنن. دعای امام سجاد درباره فرزندانشون، 2 تا دعا حضرت داره، یکی دعا راجع به فرزندان، یکی دعا راجع به والدین که تو فهرست آمده دقیقا نوشته دعای حضرت راجع به. برن این دعا رو ببینن نگاهی که امام سجاد به ما میدهد نسبت به فرزند چیه. میگه خدایا این فرزند سرمایه منه، بازوی منه، اعتبار منه. با این فرزند من عرض می شود که چه خواسته هایی رو بهش میرسم. میخوام عرض بکنم آقای قوامی، اون چیزی که من میخواستم تو این مقایسه اتفاق بیفته اینه که یه وقت کسی تصور نکنه که آقا بله زمان رسول خدا و قبل از بعثت پیغمبر اکرم واقعا مردم در یه جهلی بودن. البته جزیره العرب آدم باسوادی نداشت، عالم و دانشمندی نداشت، طبیعی بود که مردم نادان باشن. عرض میکنم امروز هم که این همه علم و دانش و عرض شود انواع مدرک ها وجود داره، نباید غافل بشیم
که گاهی وقتا اون مسائلی که حالا به عنوان مسائل اخلاقی من شروع کردم مسئله رو، این مسائل مورد غفلت قرار میگیره. اینی که شما فرمودید منو به یه فرمول میرسونه. بله. فرمول اینه که پس اگر علم و دانش از منبع زلال اخذ نشده باشه، نه تنها مایه راحتی و مایه پیشرفت و ارتقا و رشد نیست، بلکه مایه برعکسش میشه. بله. به خاطر همینی که الان علم و دانش بشر با تعبیر شما پیشرفت کرده، اما به جای اینکه به این برسه که فرزند مایه به قول معروف خوشبختی، مایه سعادت، نور چشم پدر و مادره و نتیجه بخشه، میاد میگه آقا دردسر کمتر و فلانی حرفا. البته تازه اونم به تو مملکت ما تبلیغ میکنن و مثلا تو این سالایی که گذشت متوجه شدیم که توی رژیم صهیونیستی و آمریکا اینا خودشون تبلیغ فرزندآوری میکردن، به ما مثلا مسئولین ما اصلا چیز میکرد که آقا شما فرزند کمتر زندگی بهتر. این برعکس. بنابراین باید علم و دانش از منبع زلالش اخذ بشه که ما قرآن رو داریم، اهل بیت رو داریم و در اون صورتی که کم و کاستی و نقصی توش نیست. اجازه میدین یکی از آیات مرتبط با بحث ما رو، بحث مهدویت رو آقای حسین زاده عزیز آماده کردن، با هم دیگه بشنویم، فضای برنامه رو متبرک بشه، برگردیم باز توضیحات شما رو بشنویم. بسم الله. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 69 سوره مبارکه نساء رو شنیدیم. حالا آقای هایریپور عزیز توضیحاتشون راجع به آیه میفرمایند. یه چیزی هم تو ذهن من اومد، اگر صلاح دونستین راجع به بعد از اینکه راجع به آیه صحبت کردیم بفرمایین. داشتم به این فکر می‌کردم که علوم بشری چون برگرفته از عقل و تجربه بشرن، خب این معلوم نیست چقدر میتونه دقیق باشه دیگه. همین میشه که الان شده دیگه، یه چیزی درست میکنن برای یه جا خوبه، میزنه 100 جای دیگه رو داغون میکنه، حالا چه جسمی چه برای امور معنوی و اینها. ما غیر از این عقل که رسول باطنی شما یاد گرفتیم، یه رسول ظاهری هم داریم که پیامبر و اهل بیتن، که اگر از اونها هم وام نگیریم، این تجربیات و عقل رو با هم در نیامیزیم، اون علم دانشه به نظرم یه پاش لنگ میزنه و اون ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسونه. بسم الله. بفرمایید. دقیقاً همین است نکته بسیار مهمی که در واقع جهان به این خواهد رسید. بله بله. که ما نمیتوانیم همه مسائل پیچیده عالم رو با عقل خودمون کشف کنیم و بهش برسیم و با دانشی که بر اساس تجربه و در گذر زمان بهش رسیدیم، بلکه بشر نیاز به وحی دارد. اساساً رسالت رسولان و مخصوصاً نبی مکرم اسلام برای همین بود که دست ما رو بگذاره تو اون علومی که به قول قرآن چیزایی که شما خودتون نمیتونستید بهش برسید. و همون من توی برنامه دیشبم عرض کردم که پیغمبر اکرم به عنوان معلم است، یعلمهم و یزکیهم یا یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو بر مردم تلاوت میکنه. این یعنی اون جنبه‌ای که طبق فرمایش جناب عالی ما نیاز بهش داریم و اگر نداشته باشیم واقعا تو مسائل زندگی خودمون خیلی جاها کم میاریم. حالا این آیه‌ای که پخش شد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، عرض می شود که یک روایت خیلی لطیفی رو من سابقا دیده بودم که یکی از اصحاب پیغمبر بود، خیلی عاشق رسول خدا بود. این سعی میکرد لحظات زیادی رو با پیغمبر باشه و جمال پیغمبر رو تماشا بکنه. یه جوری میشد که مثلا میرفت خانه، لحظاتی میگذشت، دوباره بلند میشد میمد مثلا مسجد، محضر پیغمبر اکرم. هی این تکرار میشد این قضیه. آخرش به پیغمبر گفت که یا رسول الله، من واقعا نمیدونم چه کار بکنم. اون ساعتایی که در محضر شما هستم خیلی شادم، ولی وقتی که جدا میشم از شما یه جوریه که این دلتنگی منو آرام نمیگذاره. دوباره میخوام برگردم بیام کنار شما، نمیتونم، بیقرارم برای اینکه در محضر شما باشم و جدایی شما رو تاب ندارم. وقت گفت من با خودم فکر کردم، گفتم خب فلانی تو حالا اینجا دنیاست، حالا میری مثلا خونه
دلتنگ میشی، دوباره بلند میشی میای، بالاخره خودتو میرسونی کنار پیغمبر. خب حالا اینجا رو درستش کردی، قیامت میخوای چی کار بکنی؟ تو کجا و رسول خدا کجا؟ مگه میشه مثلا تو در جوار پیغمبر باشی؟ جدایی اون روز چی کار میخوای بکنی؟ و این مرا به شدت غمگین کرد که خلاصه قیامت من چه خواهم کرد. نوشتن که وقتی این رو گفت از محضر پیغمبر خیلی دور نشده بود، رسول خدا فرمودن بهش بگید بیا. آمد، فرمود الان آیه نازل شد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین. اونهایی که خدا و رسول رو اطاعت بکنن اونها همنشین خواهند بود، معیت و همراهی خواهند داشت با اونهایی که خداوند بهشون نعمت داده که عبارتند از انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. یعنی خدا جمع میکند بین اطاعت کنندگان خدا و رسول با رسول و با صدیقین و با شهدا. فرمودن این بشارت رو بهت میدم که اگر اهل اطاعت باشی قیامت هم با ما خواهی بود. این معناش اینه که جناب آقای قوامی ما هرچه ما بتوانیم در پرتو تعالیم اهل بیت منتظر این نباشیم که ظهور حضرت اتفاق بیفته، نه، همین الان سمت و سوی زندگی خودمون رو سمت و سوی زندگی نبی اکرم و ائمه هدا علیهم السلام قرار بدیم. اون وقت اون اتفاق زیبا برای ما رقم میخوره که ما همنشین اولیاء خدا خواهیم بود. این زیارت هایی که ما میریم، توی مشهد میریم، کربلا میریم، سوریه میریم، توی اماکن مقدس متبرکه زیارت امامان و امامزاده ها دارن که فرمودن زیارت باید عارفاً به حقه باشه. من پیگیری میکردم این عارفاً به حقه یعنی این که بدونی که اطاعت از این امام بر تو واجبه، یعنی همین که میفرمایید. بله. اگر عارفاً به حقه باشه و اون اطاعت انجام بشه ما رو میرسونه به اون جایی که باید برسونه. دقیقاً. بله. معیار و محور و در واقع اون اساس زندگی ما واقعاً باید همین باشه، اطاعت از خدا و رسول. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش اینه که من تعالیم قرآن رو، تعالیم پیامبر رو ندیده بگیرم، ببینم مثلا حالا مدلی که دیگران ارائه میکنن چیه. اون چیزی که در بخش قبلی سخن عرض کردیم که ما رو به وادی جهل میبره همینه. که من از خدا و رسول و تعلیم خدا و رسول خودم رو فارغ بکنم، جدا بکنم، بگم خب ببینیم مثلا الان نسخه ای که دیگران میدن دست ما چیه، اونا چه مدلی رو برای زندگی ما، چه چارچوبی رو میپسندن، چی رو به ما به عنوان الگوی زندگی اونو ترجیح بدیم. اونو ترجیح بدیم. خدا نیاره برای ما اون روزو. خیلی ممنونم آقای آیرپور عزیز، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله فردا هم محضر شما به شرط توفیق و حیات خواهیم.